آمریکایی‌ها قبل از حمله به عراق کلی آماده سازی ذهنی کردن مردمشون. فیلمایی ساختن مثلا فیلم جنگیر که شیطانی رو نشون میداد که از عراق پیدا میشه و میاد تو آمریکا مردم رو تسخیر میکنه و این پیام رو این فیلم داد که چی؟ شیطون رو برو تو همون عراق بکش وگرنه میاد تو خونت. و این پیام رو این فیلم داد که چی؟ شیطون رو برو تو همون عراق بکش وگرنه میاد تو خونت. و با همین نکات اون تجاوز بزرگ انجام دادن که در عراق بالای 1 میلیون کشته داشت. و با همین نکات اون تجاوز بزرگ انجام دادن که و این تمام این نابسامانی که امروز تو منطقه است حاصل ورود آمریکا به خاورمیانه بود. و این تمام این نابسامانی که امروز تو منطقه است حاصل ورود آمریکا به خاورمیانه بود. این حرامزاده ها اومدن خودشون این تکفیریات، این حرامزاده ها اومدن خودشون این تکفیریات ساخته بود. ترامپ در مقابل هیلاری کلینتون داره مناظره میکنه، بهش میگه تو داعش رو به وجود آوردی، اونم ساکت صداش در نمیاد. بهش میگه تو داعش رو به وجود آوردی، اونم ساکت صداش در نمیاد. اعتراف از این گله‌تر. 7 نوامبر 2016 درست 1 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، کلینتون همچنان در رقابت با ترامپ پیشتاز است که یک اتفاق موجی از اعتراض را علیه او به راه می‌اندازد. سایت ویکیلیکس متعلق به جولیان آسانج بخشی از ایمیل‌های شخصی نماینده دموکرات‌ها را منتشر کرده است. یک نامه مهم از میان 33,000 ایمیل افشا شده کلینتون به سرعت در کانون توجه رسانه‌ها قرار می‌گیرد و باعث می‌شود تا برای اولین بار ترامپ در رقابت با او پیش بیفتد. هیلاری کلینتون در ایمیل محرمانه‌ای که اوایل سال 2014 به جان بودستا رئیس ستاد انتخاباتیش ارسال کرده از حمایت مالی عربستان و قطر از داعش خبر داده و آن را تایید می‌کند. حمایت سعودی ها و قطری ها به عنوان سرمایه گذاران اصلی بنیاد کلینتون که حالا با اعتراف او بزرگترین حامیان مالی و تسلیحاتی تروریست ها هم هستند، برایش دردسرساز می شود و برخلاف چند